28 استفاده اسپاگتی. چه کارها که نمیشه کرد با اسپاگتی؟ میشه ازش طناب بسازی یا تازیانه، یا برای کوله پشتی یه بند جانانه. میشه بند درست کنی واسه قازچرونی، یا تسمه تیرکمون واسه سنگ پرونی. میشه باهاش نخ درست کنی واسه سرانگوش بازی، یا چرخ روک یا طناب تاب بازی، یا بند بالا و پایین روی بند بازی. میشه باهاش رینگ بوکس بازی بسازی، یا 6 تا سیم دیلینگ دولونگی واسه گیتار. هرچند چربه و داغه و زیاد نمیاد به کار، میشه باهاش یه تور قشنگ تنیس ببافی، یا یه بند ارزنده ازش دراری. برای شلوار خودت البته، نه شلوار بنده. میتونی باهاش نخ درست کنی برای بادبادک قرمزت، یا سیم سرهم کنی برای تلفنت، یا کراوات و روبان و بند چکمه، یا قلاده برای گوزن مسابقه، یا کلاهگیس واسه یه ملکه خلوچه، یا ریش ژولیده پولیده برای جشن هالووین، یا یه کمند تر و تمیز و خشکه. خلاصه میشه از اسپاگتی همه جور نفعی برد. آهان، گاهی هم میشه اونو خورد.